ما صبح از خواب میخیزیم، اول کاری که باید کنیم چی است؟ طهارت کنیم. وقتی که طهارت کردیم بسم الله الرحمن الرحیم گفته 2 رکعت شکر وضو خواندیم، سنت بامداد خواندیم و آمدیم مسجد فرض بامداد خواندیم، شکرانی این نعمت خدا را ادا کردیم. ببین هم شکرانی چشم ادا شد، هم شکرانی گوش ادا شد، هم شکرانی بدن ادا شد. بنابراین یکم حقی که خداوند بالای ما دارد شکرانی نعمتهای دادگیش است. غیر از این نعمتهای خوردن و نوشیدن و هر کدام اینها نعمت است. بنابراین وقتی که ما غذا میخوریم آغاز غذا بسم الله الرحمن الرحیم باید گوییم. وقتی که غذا رو خورده تمام میکنیم الحمدلله رب العالمین گوییم. این از شکرانی نعمت. دویم حقی که خدا بر بالای ما دارد بعد از ادای شکر این نعمت ها چیست؟ و حسن الصنعه، کار خوب کردن. باید بنده مومن در این دنیا یک کار خوب انجام دهد. کار خوب چی؟ کاری که برای فایده عائلش باشد، برای فایده محلش باشد، برای فایده جامعهش باشد، یعنی کسب حلال. هر کدام از ما و شما باید یک کسب داشته باشیم، خواه کسب خواندن و نوشتن، در مدرسه و مکتب ها تعلیم دادن، یا تجارت یا دهقانی یا حکومتداری، هر وظیفه که باشد این کسب است. باید بنده مومن کسب داشته باشد، لیکن در کسب خود باید بنده مومن صادقانه کار کند. کسب هم وقتی که به خاطری خدا باشد، وقتی که در او فریب و خیانت و پارو و رشوه نباشد، هر کسب عبادت است. بنابر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به حلالترین لقمه که انسان میخورد این همان لقمه است که با دستش کار میکند. با دستش که مثل شما تجارت میکند، مثل شما در ساختمان ها کار میکند، مثل شما دهقانی میکند، در عوض او درآمد دارد. ثانی او درآمدش قطعی روزگار تأمین میکند. این بهترین کسب است. بنابر همین کسب کردن، کار کردن این وظیفه هر مسلمان است. بچه های کوچولو از همه تان خواهش میکنم شما بچه های زیبا هستید، کار یاد گیریتان، هنرمند شویتان، هرگز فریب کردن و دروغ گفتن یاد نگیری، هرگز دزدی کردن و راههای بده که سبب خجالت است اونها رو یاد نگیری. خواه تجارت باشد، در تجارت اگر شما خوب کار کنید، راستگو باشید، فریبگر نباشید، خداوند در کسب شما برکت می‌دهد. حتی رسول اکرم تاجرهایی که راستگو باشند، در تجارتشان خیانت نکنند، در تجارتشان کسی را فریب نکنند، روز قیامت همراه پیغمبرها محشور میشود. تجارت هر قدر برکت شکم میکند فریب، قسمهای بر دروغ، خیانت کردنی در ترازو. اگرچه یک زمان شاید 10-20 زایدتر درآمد کنی، اما خدا و برکتش میگیرد. ثروت و بایگری از بسیاری پول نمی شود، از برکت می شود. وقتی که بنده مومن حلال کار کند 1000 سومی و چینی 10,000 سوم برکت دارد. اما از فریب و از حرام اگر 10,000 درآمد کند او چینی 100 سوم برکت ندارد، بین یک 2 روز تمام می شود. بنابراین عزیزان من، بچه های خوشرو در اینجا هم که باشه، اطراف شما خریدارای شما، مشتریای شما اگرچه مردمی غیر مسلمانند، برادرای روستانند، با اونها هم فریب گیرید یاد نگیرید، با اونها هم راست رفتار باشید، راست گفتار باشید. جوانای باشد که از اخلاق خوب شما، از آداب خوب شما، از معامله خوب شما اونها از اسلام دوست دارند. زیرا این مردم نسبت به اسلام بعضیاش عداوت دارن، نفرت دارن، به سبب آنکه هر روز در گزیت و در تلویزیون و در فیلم ها اسلام و دشمنان اسلام به اونها سیاه کرد نشان میدهند. وقتی که شما را بینند با این جوانی
پاکیزه هستید، میزده نیستید، دزد نیستید، نشأمند و گرایینکش نیستید، فریبگر و حقارتکش نیستید، آداب خوب دارید، اخلاق خوب دارید، والله شما را دیده اونها اسلام رو دوست می‌دارند. دینی که این تو پیرو دارد، این تو پاکیزه جوانهای خوش اخلاق دارد، اونها حتما این دین احترام میکنند، اونها حتما این دین آهسته آهسته دوست می‌دارند، به این دین داخل میشوند. اگر شما دنیا را چشم گشاده ببینید، دولت‌هایی که امروز دنیا ده هستند، خواه امریکا باشد، خواه اروپا باشد، خواه اندونزی و مالزیا باشد، هیچ کدام اونها با جنگ اسلام آوردگی نیستند. هیچگاه لشکر اسلام به اونجاها قدم زدگی نیست. همین اونها به سبب همین مهاجرهای کاری، به سبب همین تاجرهای مسلمان که به اونجا رفتن و در اونجا با اخلاق عالی خود، با آداب خوب خود نمونه شدند، با مردم آنجا همکاری کردند، آهسته آهسته مردم آنجا چی شدند؟ مسلمان شدند. و این یکی 90% مردمش مسلمان های. مالزیا رو که از قریب 80% مسلمان های. عزیزان من، که اونجا عرب ها رفتند، که اونجا مجاهدای اسلام رفته بودند، همش از روی اخلاقی خوب مسلمان های همون زمان بود. بنابر اگر شما هم خوش اخلاق باشید، با آداب باشید، راستگو باشید، فریبگر نباشید، در کوچه ها که دیدید از خود کلان سالا را یا که جوان ها را السلام علیکم گفتید، همونها آهسته آهسته نسبت شما در دلاش هم محبت پیدا می شود. اونها شما را دوست می دارند. اونها همون دینه که شما را تربیت کرده است با این آداب و اخلاق، او دین دوست می دارند. از همین خود دویم نصیحت من برای شما همین است که هر کاری که میکنید در او کارتان رفتار خوب داشته باشید. معنای حسن الصنیعه همین است. در او کارتان حلال کار باشید، خوش معامله و خوش آداب باشید. و دیگر حقی که خدا بالای ما و شما دارد و نصح الامه، نصیحت کردن، خیر خواهی کردن نسبت به برادران خود. عزیزان من، بچه های خوش رو، نصیحت این سنتی پیغمبران است. نصیحت کردن، راهنمایی کردن فقط وظیفه علما و پیغمبران نیست، وظیفه هر یک فرد مسلمان است. هر مسلمان وظیفه دار است، باید که داعی به سوی خدا باشد، باید نصیحتگر باشد، مثل که پیغمبر بزرگوار نصیحتگر امت بودند، مثل که پیغمبر بزرگوار داعی به سوی خدا بودند، مثل که در هر عصر و زمان علماها نصیحتگر و داعی اند. هر کدام شما باید نصیحتگر باشید. و نصح الامه، نصیحت کردنی برادرای خود. بنابر هر پدر و مادر وظیفه دار از خاندان خودش نصیحت کند. از همسرش سر کرده، به بچه و دخترش سر کرده، به نبیره هاش اونها رو نصیحت کند. چی نصیحت کند؟ اول نصیحت کند درباره آداب و اخلاق خوب. دوم نصیحت کند درباره دین و عقیده شان. بچه های عزیز، امروز جوانای ما را اخلاقش ویران شد ایستاده است. امروز جوانای ما نمیزده و گرایینکش و دزدی و غارتگر شد ایستاده است. سببش این است که پدر و مادر نصیحت نمی کنند. سبب این است که جامعه نصیحت نمی کند. همسایه به همسایه کار ندارد، اهل محله به اهل محله کار ندارد، خصوصا پدر و مادر نسبت فرزنداش پروا ندارد. امروز فرزندای ما را نصیحتگرشان تلویزیون ها شده است. امروز فرزندای ما را آداب آموزشان باغچه های با کودکانه است و تلسریال ها شده است. بچه دخترای ما را مگر از او آداب یاد میگیرند؟ از او یگان نصیحت میشنوند؟ نه، باید هر پدر و مادر اول ناصح باشد، بچه‌ش فهماند چی حرام است در اسلام، چی حلال، چی اوبال است، چی ثواب. باید این از خردسالی بچه هاشان گفته ایستند. دیگر در باب ایمان و عقیده باید تاکید کنیم.
امروز خیلی جوانای ما از عقیده دور شدن. آره خود دعوا میکنن مسلمان هستیم، اما مسلمان باید چگونه باشد؟ احکامای دینشان چی ها هست بسیارش نمیدانند. بنابر عزیزان من، تاکید من برای شما همین است که شما جوره باید رفیق شد، جورش نصیحت کنه. وقتی که خود مسجد بیای هستی، رفیق تو همکار مسجد نمی بیاد، آهسته آهسته او رو نصیحت کنو، مثل خودت مسجد بیا کن. وقتی که خودت پاپیراس نمی کشی، ببینی رفیق تو جوره تو همکار پاپیراس میکشد، او را آهسته آهسته نصیحت کن، از این راه بد گردان. زیرا پاپیراس حرام است بچه های خوشرو، زیرا اونها در سلامتی تان ضرر دارد. در چند دام هایی که مهمانی دعوتون کردین، در همین جاها که دیدم در همون تبلیس ها نوشتگی که سیگارت زهر دارد، آدم میکشد. وقتی که همین عروس ها اینقدر احتیاط میکنند، باید شما مسلمان ها به طریق اولا احتیاط کنید، زیرا شریعت برای شما وی حرام کرده است. نصیحت کنید، باید او را از این راه باز داره. وقتی که میبینی برادرت عرقنوش است، نشأمند است، کوشش کن او را از این راه بازگردان. اگر با نصیحت شما، با راهبری شما یک آدم از راه بد بازگردد، والله ثوابش بهتر است از 10 اشتری در راه خدا صرف کرده است. ببینه یک رفیق اوباش تانه، یک رفیق میزده تان شما با نصیحت کردن اگر اصلاحش کنه چی ثواب میگیره؟ حضرت علی پیغمبر خدا گفتن لئن یهدی الله بک رجلا واحد خیر لک من حمر النعم. اگر با نصیحت تو یک به نماز خوان شود، با نصیحت تو یک اوباش از اوباشی باز استاد، با نصیحت تو یک میزده از عرق نوشی باز استاد، توبه کند، ثوابش بهتر است از 10 اشتری در راه خدا صرف کردن، کشتن و صدقه کردن. بچه های عزیز، ما باید نسبت جامعه بی‌طرف نباشیم. اگر جامعه فاسد شد، خواهی نخواهی خاندان شما را سرایت میکند، خواهی نخواهی فرزندان شما را سرایت میکند. هر کدام ما باید اصلاح جامعه حرکت کنیم. هر کدام ما باید اصلاح کردن دوستای خودمان را حرکت کنیم. روز قیامت دوست از بالای دوست شکایت دارد در پیشگاه خدا. بنابر کار کنید دوستیتان برای خدا باشد، دوستیتان برای خاطر اسلام باشد. این دوستی انشاءالله در این دنیا هم ثمره خوب میتید، فقط در آخرت هم یک دیگر مقام شفاعت میتید. بنابر بچه های خوشرو همیشه نصیحت کردن برای خودتان عادت کنید. بازم میگم اگر دیدی رفیقت پاپیراسکش است، اول کوشش کن او را از این راه بازگردان. وقتی که میبینی نصیحت و تاثیر ندارد، قبولش نمیکند، حرکت که خود از وی جدا کن که مبادا زهرآلود نشوی. اولش که عیب است جوانی که مسجدی است، جوانی که نمازخوان است، جوانی که عقیدی درست دارد و ایمان به خدا دارد، این گویا مثل یک آدم مسلح است، برای شخصی به عقیده تابع شود، صحبتی و این تابع خودش کند، اخلاقی و این تابع خودش کند، این عیب است. لیکن اگر مبادا احتمال است که در دام او افتی، کوشش کن از او خود نگه دار. یاری بد بدتر بود از ماری بد. عزیزان میگویم چگونه مار سبب هلاکت انسان است، زهرش ظاهرا ملایم است، دست بالاش دمون، لیکن نشکی زد آدم هلاک میکنه. بے پرواگی کنی. ان همین رفیق میزده، جوری پاپیراسکش، جوری نشأمند، جوری گیراین کش، جوری زناگار و قرطباز، آخر شما را مثل خودش رسوا میکند و خجالت زده میکند. بنابر کوشش کنه از رفیق بد خدا تا نگه داره. یا الله. بنابر رسول این پیغمبر خدا دوستها در روز قیامت و یک دیگر مقام شفاعت دارند. وقتی که
دوستیشان برای خدا باشد، وقتی که دوستیشان برای اسلام باشد. اما دوستیه که فقط برای دنیاست، برای پپراس کشیش، برای قرط بازیش، برای زنک بازی، این همین دنیا آدم به یکدیگر نفرت دارن، پگه وقتی روز قیامت هم از یکدیگر نفرت دارن. بنابراین وظیفه هر کدام ما و شما عزیزان من نصیحت کردن هستیم. ز صحبی نیک و بد پیداست تأثیر، ز نیکان شهد و نوش از بد مخور تیر. آدم خوب باشد با او رفیق شو، با او جوره شو. و مسجد جای نصیحت شنیدن است. وقتی که پیش مولای محمدین آمده انشاءالله یک لحظه هم باشد، 5 دقیقه هم باشد، یک حدیث هم که برای شما گوید، این شما ده خیلی هم غذای روحی می شود، خیلی هم غذای معنوی می شود، شما را انشاءالله از چند راه بعد باز می گرداند. اما از این جدا شدی، از این مسجد دور شدی، از صحبت علما دور شدی، به رفیقهای قرطباز و نشعمند و گرایکش جوره شدی، دان که او تو را زهرآلود میکند. ز صحبی نیک و بد پیداست تأثیر، ز نیکان شهد و نوش از بد مخور تیر. که زخمی تیری بد آرد هلاکی، بگردان از خبیثان رو به پاکی. از آدمهای پلید، از آدمهای بد اخلاق، از آدمهای اوباش رو گردان عزیزی من، پیش آدمهای خوب رو، پیش آدمهای پاکیزه رو، پیش آدمهای مسجدی رو، پیش آدمهای خوش اخلاق رو. مثل اونها خوش اخلاق شو، مثل اونها مسجدی شو، هم سعادت دنیا داری و هم سعادت آخرت. خداوند همه شما را توفیق بندگی عنایت فرماید و در این جوانی از معصیت و گناه ها خدا شما را نگه دارد و البته فضل خداست. خداوند خودش توفیق دید اگر میتاند ما به گناه نرویم، لیکن توفیق هم از جانب خداست و هدایت هم از جانب خداست. باز همت ما و شما را هم خداوند در این راه استوار گرداند. جوانای خوب و با طاعت و پاکیزه به وایو کمال رسان همتانه. پروردگار همتان در این مسافرت ها سلامت دارو، در کسب و کاراتان در برکت عطا کنو. به خاطر شنیدن صحبت این 1 ساعت که همراه ما بوده، پروردگار اجر جزیل براتان نصیب گرداند و این صحبت ما را و این شنیدن شما را هم ثواب سامعی برای هر کدامتان خداوند نصیب گرداند. پروردگار محبت بین ما و شما را خالص برای خودش گرداند، تا اینکه از اون مکافاتی که در حدیث قدسی خداوند وعده کرده است، حقت محبتی للذین یتحابون من اجلی، من دوست بدارم بندگانمی که در این دنیا به خاطر من یکدیگرشان دوست بدارند. از این مکافات ما و شما هم با نصیب گردیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.